در یک ماه اخیر سال 2024 در شهر کنی بودم 10 نفر از جمله 4 نابالغ از 3 خانواده کشته شدند. قاتل و یا قاتلان از جمله در شب 8 دکبر یعنی در یک شب 6 عضو یک عائله را کشتند و به طفل 2 سالهشان هم رحم نکردند. در این شهر فقط در یک سال نه کمتر از 20 نفر کشته شدند و عائله های کامل. مقامات هم گویا چیزی نشده است درباره این حادثه سکوت میکردند و فقط بعد وحشت زده شدن مردم دادستانی با شتاب اعلام کرد که 4 ساکن این ناحیه را با گناه دست داشتن در جنایت دستگیر کرده است. کدام جنایت معلوم نیست. بسیاری ها این سال را مطرح میکنند که چگونه در تاجیکستان همه چیز زیر نظارت سخت است چنین فاجعه صورت میگیرد و مقامات در افشای این جنایت عاجز ماندند. صحبت ما در همین باره است و مهمانان ما عزت الله دادابایف مفتش سابق ریاست کارهای داخلی دوشنبه حقوقدان و معظم قادری و وکیل مدافع هستند. سلام و به گپ آزاد خوش آمدید. عزت الله دادابایف از شما آغاز میکنیم. وقوع چنین حادثه های مدهش و به تکرار در یک ناحیه خرد تاجیکستان چرا نشان میدهد امنیت مردم در کشور تامین نیست که شبانه جنایتکار وارد خانه میشد و 6 عضو یک عائله را میکشد؟ مرحبا. اولا سلام علیکم به تمام مخلصان رادیو آزادی و کاربران رادیو آزادی. پیش از همه سخن رو شروع کنیم اوید موضوع. پیش از همه طبق قانون اول من میفهمونم بعد حالت کار میفهمونم. طبق اعلامیه حقوق بشر ماده 3 اعتراف کرده حیات و قدر انسان ارزش عالی اعتراف شده است. ماده 5 کنسل جمهوری تاجیکستان رو این را این تصدیق میکند. ماده 14 کنسل جمهوری تاجیکستان نیز این را تصدیق میکند. حقوق بین المللی که آن را تصدیق میکند، سند های بین المللی و کنسل جمهوری تاجیکستان همین را تصدیق میکند. ماده 21 جوابدیده را حقش را باید حق و حقوقش را دولت حمایت کند اعتراف میکند. ماده 22 کنسل جمهوری تاجیکستان دخلناپذیری منزل را یعنی که دولت تحت حمایه قرار داده است. ماده 18 کنسل جمهوری تاجیکستان حفظ شده است که شیوه بیرحمانه قتل کشتار نشان میدهد که همون ماده ویران شده است. ماده 18 کنسل جمهوری تاجیکستان. کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 104 یعنی کشتار جزای سخت را پیش بینی میکند و شفافیت تفتیشات نبودن در آن است که در جمهوری تاجیکستان که سیستم دولتی مقامات حفظ حقوق اساساً از یک مناطق ساخته شده بسیار چیرا به مردم آگاه نمیکنند، آشکار نمیکنند سیر و اسرار تفتیشات که چی رفته ایستاده است و سبب عاملش ما همین میبینم. تشکر. معظم قادری و نظر شما به همین سوال چی است که جنایت‌های زیاد به مثل قتل در یک ناحیه در مدت کوتاه یعنی نشان دهنده چی است؟ ضعف مقامات انتظامی در تامین امنیت و یا پیشگیری از جنایت یا چیز دیگر؟ مرحبا. سلام علیکم اکی میرزانبی و بینندگان برنامه رادیو آزادی. قسما من این کس را تصدیق میکنم، دستگیری میکنم، ولی در مسئله کشتار، در مسئله که حادثه‌ای که در سال 2024 رخ داد واقعا این دهشتناک میباشد. در یک ناحیه شهر کنیبودان که نه اونقدر کلان هست طول از ماه مارت گرفته تا آخر دکبر قریب 25 نفر کشته شدند و این خیلی کم نیست. فکر و نظر من در اون است که خیلی که هم کسی من گفتن در حقیقتا در دولت دیکتاتوری که هست انستیتوهای حقوقی به طور باید شاید فعالیت خود را اجرا کرده نمیتوانند و یکی از سبب‌های در اینجا واریانت ها بسیار هست. یکی از واریانت اولین رو من دانش پس بودن سطح دانش کارمندان حفظ حقوق می باشد و مخصوصا کارمندان اپراتیوی تفتیشات پیشکی می باشد و به طور شاید باید دیدن برآمدن پرونده ها و در تحت شکنجه تهدید و شکنجه گرفتن بیانات های اول آنها می باشد. کشتاری که شدن در کشتارهایی که شد در کنیبودان این یکی از سبب‌هایش به دهشت آوردن مردم می باشد. البته که گفتن کارمندان حفظ حقوق بسیار رفت دادن برای به
گویا که مقصد کشتار، مقصد وارد شدن به منزل‌های استقامتی و بعداً کشتار کردن اولا این دزدی باشد. در هر یک جنایت باید موتیف باشد، لیکن در اینجا من در همین جنایت ها من موتیف رو دیده نمیتونم، موتیف دزدی رو دیده نمیتونم. یعنی که دزدی این پس از رویپوش کردن جنایت میباشد. فکر و نظری من در این مسئله در حاضر میخواد. بعدا در ماده 50 که کودکس معرفی جنایتی گفته شده است، اشتراک حتمی بودن حمایتگر در یگان پرونده هایی که همین نفران رو دیده برای دستگیر کرده بودن پیش از ماهی، اگر خطا نکنم ماهی ایون باشد یا ایولو باشد، دستگیر کردن 2 نفر رو با عیبدار کردن کشتار 2 اویله. یگان نفری آنها با حمایتگر تامین، من همچون حمایتگر هستم از همین سر میکنم، حمایتگر تامین کرده نشده بودند و باوری کامل دارم که آنها هم در تفتیشات پیشکی چه در مرافعه سودی با حمایتگر تامین کرده نشده بودند. بعداً ماده 88 کودکس معرفی جنایتی گفته شده است که آن نشاندادهایی که بیاناتهایی که در تحت فشار شکنجه گرفته شده است برای عیبدار کردن اساس شده نمیتواند. یعنی که سود با این دلیل ها ربط کرده نمیتواند که آنها را عیبدار کنند در آینده محکوم از آزادی کنند. تشکر. و بینندگان گرامی، ما میخواستیم عین همین سوالها را به مقامات انتظامی در تاجیکستان بدهیم، ولی مثل همیشه نمایندگان آنها دعوت‌های رادیو آزادی را نپذیرفتند و به سوالهای ما راضی نشدند که پاسخ دهند. و جناب دادابویف، به نظر شما چرا مقامات درباره این جنایت‌ها آشکار صحبت نمی‌کنند؟ مثلا اگر جنایت ساده باشد از تلویزیون منبرها بلند اعلان می‌کنند که ما این جنایت را افشا کردیم، اما درباره این جنایت‌ها خاموش هستند. چرا؟ مرحبا. همه ما میدونیم که وقتی که جنایت صادر میشد، حتی ژورنالیستی که هم به تفتیشات رابطه دارد، هر دوشی یک خیل هست فعالیتش تقریبا وقت، ساعت، لحظه مرگ معین کرده میشه. برای همون از سبب آنکه تفتیشات بسیار چیزا میداند و آشکار نمیکند، این باز میرود به همون سیستم دولتداری، یعنی که ویایم از گم نکردن وظیفه خود، مقام خود میترسند. یعنی برای همون به شما رابطه نمیبرویم، برای همون به مردم آشکار بیان نمیکنم. اگر مشخص تر کنیم ترسشون روی چی است به نظر شما؟ برای آنکه و یا تحت فشار قرار دارند خودشان. فکر خودم رو بخشش. مرحبا. تفتیشات برای چی فعالیت خود رو پیش برده نمیتونه به طور باید شاید آنها گفته که عزت الله گفتن تحت فشار قرار دارن، تحت فرمان، آنها فرمان رو اجرا میکنند، فرمانی که به آنها داده میشود از روی همون فرمان فعالیت خود رو میبرن. برای آنها آشکار کرده نمیتونن و گفتن بیان کرده نمیتونن. البته که سری تفتیشات است، در وقت تفتیشات آنها حقوق دارند که سیر آشکار نکنند برای خلال رساندن در آینده، لیکن آنها رو فرمان رو اجرا میکنن، از فرمان بیرون برآمده نمیتوانند. منظورتون از فرمان چی است؟ کی فرمان میده؟ اینجا فرما کی است؟ فرمان فکر کنم که به نظر من در اینجا شخصای مقامات دار، بالانشین، وظیفه دار، فرمان از بالا، خیلی که خودشون میگن در همه در رفت مرافعه سودی و در دیگر حالت‌ها فرمان از بالا. جناب دادابویف، تأخیر در باز کردن جنایت یعنی تأخیر و بعد گزارش‌های پیاپر درباره جنایت‌های کانبادان بیانگری چی است؟ سستی کار مفتشان یا یگان مسئله دیگر؟ شما هم که در پرونده‌های زیاد شرکت کردید چی نظر دارید؟ مرحبا. سستی کار، تأخیر گذاشتن مهلت، آشکار نکردن به جامعه شهروندی، ندادن اینترویو و ایدی صادر شد، همون فهمانده دادن به جامعه شهروندی، این همش اساسش سیستم دولتداری است. سیستم دولتداری، نظام دولتداری که دیکتاتوری است و فرمان از یک طرف صادر می شود و آنها رو نمیگذارد که آنها به شما آشکار کنند. اگر از نگاه تخصصی بخواتیم، یک مفتش وقتی که دنبال یک حادثه، یک جنایت می رود چیکار باید کند؟ شما در تجرباتون چیکار میکردید؟
یعنی کودکس مرافع جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 44 تفتیش ابیکتیوانه رو کفالت میکرد و مفتش و کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ماده 44 هم آگاه کردن وظیفه‌دار کرده است که امنیت شهروندان رو همون مقامات دولتی تامین نماید و باید شفافیت آشکار کنند. اما قانون اجازت میدهد در سیستم دولتداری تاجیکستان از روی فرمان هایی که نانوشته هست در قانون عمل میکنند. چرا این جنایت ها اساساً فقط در یک شهر رخ دادند، در کانیبادام؟ سبب چی بوده میتواند؟ کم بودن مردم چون ساکنانش بیشتر به مهاجرت رفتند، خانه و محلهای کم آدم و یا سبب دیگر؟ معظمه قادری و مرحمت، نظر شما؟ محض در ناحیه کانیبادام، در دهات ناحیه کانیبادام کشتار رخ دادن. فکر نظر من اون است که این ناحیه همسایه مرز هست، نزدیک با مرز هست. من گفته نمیتونم که مردم اون به دیگر کشورها به مهاجرت میرد. در تمام ناحیه‌های از کشور ما به مهاجرت میرن. این سبب شده نمیتواند. برای خف آوردن و توجه مردم رو به دیگر طرف، هر وقتی که در تاجیکستان یگان حادثه روی میدهد، یگان چی پیش بینی میکنن، البته یگان جنایت دیگر صادر کرده میشود، توجه مردم رو به طرف همون جنایت ها سر و صدا میکشند. سببش فکر کنم که برای هممرز بودنش و همون کشتارهایی که شد، کشتار آخرانی که محض شد ماه دکامبر، درباره مرز بحث بسیار سر و صداها بلند شده بود. گویا مرز رو، مسئله مرز دیده برآمده شد و از جانب قرقیزستان باشد گفته شد که 100% به جانب آنها حل کرده شد. شاید یکی از سبب‌هاش همین باشد. من در این میبینم. عزت‌الله دادابای، به همین سوال نظر شما چی است؟ بله. چون که معلومات گفتم، من تصدیق میکنم سخنانشون. جای گیرشوی که جای کم اهالی است، اساسا گرد و اطراف است و هممرز هست و جنایت که خصوصیت سیاسی دارد، از همین سبب ها و کم آدم است، کم اهالی بسیارش مهاجرت مهنتی است، همین سبب ها که اکثر جنایت ها در همون مناطق انتخاب میکنن و تمام رو صادر میکنن. ببینید، حالا یک سوال دیگر تقریبا در همین مسئله. وقتی در یک مکان به تکرار جنایت صادر می شود ولی پیدا کردن عاملانش با دلیل نگذاشتن ایز یعنی نشانه یا آثار دیگری سخت می شود، مقامات شبهه را بیشتر بالای کدام طبقه می کنند؟ گمانبران را در میان جنایتکاران سابق قطار می جویند یا گروه دیگر؟ معظمه قادری و شما نظرتون چی است؟ ببینید اکی میرزا نبی، جنایتکاران رو از روی کارتوتека میکوبند. بسیار وقت این از ما از دوره شوروی آمده است، بسیار وقت از روی کارتوتeka. لیکن در این حادثه که در کانیبادام شد، من این رو دیدن نمیتونم. البته پیش از این 2 نفر رو برده محکم کردن، گویا آنها جنایت صادر کرده باشد با مقصد دزدی و حتی اگر خطا نکنم عبدالرحمن علمشوزه در یکی از پرس کنفرانس ماه ایول باشد گفت که این یعنی که کشتارهای عادی میباشد. به سر آنها بار کردن. من باوری کامل ندارم که اون نفران جنایت رو، همون جنایت کشتار رو صادر کرد. 2 نفری که پیشتر دستگیر کرده بودن صادر کرده باشد. زیرا یکی از خواهرای اون نفر، خواهران برام نمیگفت که اون رو شکنجه کردن، بنابراین جنایت صادر نکرده خود رو به گردنش گرفته باشد. بعدا 4 نفری که دستگیر کردن، این رو ببینید به طور اپراتیوی اگر سنه 16/17 جنایت صادر شده باشد، 21 علاقه که دستگیر کردن 4 نفر رو تیز به طور اپراتیوی دستگیر کردن. البته هر یک جنایت پس از خود به طور روسی گویم اگر каждое преступление оставляет следы да میمونن، لیکن آنها هم گویا که به مقصد دزدی در اومده باشند. و حتی ژورنالیستان، من از رادیو آزادی از شما تماشا کردم، گویا که با مقصد دزدی باشد و از اونجا طلای جواهرات‌های پول اونها گم شده باشد. آنها رو هم از کارتوتeka برداشتن. آنها پیشتر جنایت صادر کرده هستند. فکر کنم تمام همین کته جنایت رو، این جنایت کشتار رو اگر به فکر من گیرن، اگر یکی گروه‌های متشکل تشکیل صادر کرده است، نه اون نفرانی که پیشتر در کارتوتeka بودن، آنها رو به خولیگانی بود درست نامده ایستاده است، طرقی نمیگیرد. تشکر. عزت‌الله دادابایف، نظر شما چی است به همین سوالی که حال معظمه قادری و پاسخ دادن؟ نظر شما چی است؟
من سخنان معلمه را تفسیر میکنم. قسما وقتی که جنایت صادر شد در حقیقت از روی کارتتی که از جایگیرشوی جنایت، نوحه جایگیرشوی جنایت، شخصانی که با چنین جرم ها داغ سودی دارند تحلیل کرده می شود، انالیز کرده می شود. طرز صادر کردن همون نفرها که سابق سود شده آزاد شدند، جزا گرفته برآمدند، با این کشتار جنایتی صادر شده انالیز کرده می شود و در اساس همون خلاصه برآورده می شود، در اساس دلیل هایی که جای دارد، دلیل ها اساس دلیل ها که باشد، جای داشته باشد، بعد دستگیر میکنه. اما سبب این جنایت که ببینید آدمای دستگیر کردن، یک بار حکم دادن، برآوردن، یکی به حکم ابد دادن، دیگری به باز جنایت صادر شد. عامل انا همین آشکار کردن نتونستن جنایت، من همین همکاری نکردن با قشر جامعه شهروند، فعالا و دیگر آدمایی که اکتیو معلومات دارن، انا همین است. پنهان کردن. وقتی که پنهان کردی جنایت آشکار کرد نمیشه. تشکر. وقتی که جنایت گفتی معلومات میرسد آشکار میشه. مقامات اعلام کردند که گمانبران را پیدا کردند. با چی دلیل یک نفر را گمانبر، یعنی همچون گمانبر اعلام میکنند؟ پیدا شدن نوار، ایز انگشت، آلاتی که با آن جنایت صادر شده است یا چیز دیگر؟ یا در نظام تفتیشات تاجیکستان اصول های دیگر نیز وجود دارد؟ معظم قادری و شما چی میگوید به این مسئله؟ با فقط دلیل البته که پیدا وقت و ساعت خیلی که عزت الله گفتن، وقت و ساعت باید در تفتیشات حتمی می باشد. پیدا شدن انگشت شاهدان این هم مهم هست، ولی در این جنایت هایی که صادر شده است من گفتم نمیتونم پوره در اونجا هست، ناکافی هست، معلومات پوره نداریم در این مسئله متاسفانه. پس در این شرایط چی کار باید که راه حل چی است به نظرتون معظم قادری و چی است راه حل؟ یگانه راه حل فکر کنم که تفتیشات شفاف دیده برآمده نمیشد. من باوری ندارم در این شفاف دیده برآمده نمیشود. سود باید شفاف شود، سود باید شفاف شود به طریق آنلاینی مردم باید ببینم. یگانه راه در این است. عزت الله دادابایف، شما به این پاسخ معظم قادری و چی نظر دارید؟ بله نظر شما چی است؟ مرحبا. در اینجا دو سوال شد، یک جای شد. من جواب میدم که وقتی که جنایت صادر شد جای جنایت از نظر گذرانده می شود، دلیل ها گرفته می شود، هرچند که همین قد کشتار شده است و انسان ها تنها مقابلیت نشان نداده خودشون به قتل دادگی نیستند، بنابر همین مقابلیت نشان دادگی هستند، در آنجا دلیل گذاشتگی هستند، دلیل ها جای دارد، دلیل ها را پنهان کردنش سببش عاملش من گفتم که چون که سیستم دولتداری همین است. پیشنهاد برای حل همین مسئله، برای کشودن، برای روشن شدن، برای جامعه هم در تهلکه ترس قرار نداشتن، پیشنهاد برای تأسیس کمیته مستقل با اشتراک کارشناسان بین المللی و سازمان های غیر دولتی که از دخالت مقامات امین باشند، ایمنیته داشته باشند، شفافیت تفتیشات، نشر هر ماهه حسابات درباره جریان تفتیشات، مطابق قانون جمهوری تاجیکستان درباره دسترسی به اطلاعات، تحکیم نظارت در منطقه های آسیب پذیر با جلب نیروهای علاوه‌ای و استفاده تکنولوژی معاصر، متحد کردن جامعه، گذراندن معرکه های اطلاعاتی برای بلند برداشتن آگاهی مردم و مساعدت به همکاری جامعه با مقامات حفظ حقوق. باید آشکار کنند، شما اونقدر صحبت کنند، شما را گوش کنند، انالیزایی که شما کرده استاده است. رادیو آزادی هم با همه مدتی هم از یکون کشتار رادیو آزادی هم تحلیل‌های خودش گذرانده استاده است. باید انا همینای هم چیکار جمع کرد و در اساس انا همین چیز برای حل همین مسئله یک چاره دیگه برام. تشکر زیاد و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما معظم قادری و وکیل مدافع و عزت الله دادابایف مفتش سابق ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه و حقوقدان و سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالقزاد بودم برنامه رو پیش میبردم تا دیدار در برنامه‌های دیگر. خدا نگهدار.